احتمالا برای شما پیش اومده که ممکنه بخواید یک سایتی رو توی دارک وب داشته باشید اما نمیدونید که چجوری باید این کارو بکنید. توی این ویدیو میخوام ساده ترین روشش رو بهتون آموزش بدم و قبلش هم بگم که سعی کنید از این موضوعات سوء استفاده نکنید، چون عواقب خوبی نداره و فقط هدف من ارتقاء سطح دانش شماست و نه صرفا این که بهتون یاد بدم که چجوری بتونید این کار رو انجام بدید و بخواید از این موضوع سوء استفاده بکنید، چون قطعا اونی که بخواد شما رو پیدا بکنه این کار رو خواهد کرد. ولی خب این ویدیویی که میخوام بهتون آموزش بدم به شما یاد میده که چجوری بتونید یک آدرس دارک وب ایجاد بکنید و پروژه‌تون رو اونجا قرار بدید. پروژه‌ای ساده، نه اینکه مثلا بیایید پروژه پایتون قرار بدید، این امکان نیست و خیلی راحت میتونید اونجا دریافت و ارسال فایل داشته باشید، وب هاستینگ رایگان داشته باشید و همینطور چت بکنید. خیلی کلا پروژه جالبیه که قراره توی این ویدیو در موردش صحبت بکنیم. خب سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من علیم و خیلی خوشحالم که با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. عذرخواهی میکنم اگر صدام یکم ناجوره، به خاطر اینکه خب چند روزی رو مریض بودم. الان یه خورده بهتر شدم و گفتم این ویدیو براتون بگیرم و هدف اینه که خیلی راحت بتونید یک آدرس دارک وب داشته باشید با پسوند دات آنیون. و چند تا نکته هم قبلش بگم. یکی اینکه سعی نکنید رزومه اونجا قرار بدید و ارسال بکنید برای کارفرما، چون اصلا وجه جالبی نداره یک آدرس دارک وب برای رزومه یا به عنوان نمونه کار بخواید ازش استفاده بکنید. خیلی چیز میشه گفت چیپیه به اصطلاح، این که بخواید مثلا یک نمونه کار اونجا قرار بدید و ارسال بکنید برای کارفرما. فقط صرفا برای اینه که آشنایی با ابزار داشته باشید و بتونید خیلی راحت باهاشون کار بکنید. نرم افزاری که قراره نصبش بکنید اسمش هست آنیون شیر که دانلودش میکنید از سایت رسمی خودش روی ویندوز، مک، لینوکس و غیره. میتونید ازش استفاده بکنید. من نسخه ویندوزش رو دانلود کردم به خاطر اینکه سریع‌ترین روشه و آسان‌ترین روش. حالا توی لینوکس یه خورده قضیهش فرق میکنه. من قرار نیست اینجا لینوکس رو بهتون آموزش بدم، اما ویندوز رو چرا. خب همونجور که میبینید 3-4 تا قابلیت داره: شیر فایل، ریسیو فایل، هاست وبسایت، چت، آنونیموسلی. شیر فایل که مشخصه، مثلا میخواید یک تصویری رو شیر بکنید، میخواید یک تصویری رو دریافت بکنید یا یک هاست رایگان برای سایتتون داشته باشید و همینطور چت بکنید. حالا وقتی که شما از گزینه هاست وبسایت استفاده میکنید، تا زمانی که آنیون شیرتون باز باشه میشه گفت اون هاست در دسترسه و وقتی که شما آنیون شیرتون رو ببندید، به محض اینکه ببندید دیگه اون هاست در دسترس نیست. خب من با هاست وبسایت شروع میکنم، استارت هاستینگ رو میزنم. اینجا به من میگه که آقا اون سایتی که داری رو درگ اند دراپ کن. من یک فایل ساده HTML ساختم که ریختمش توی یه فولدر به اسم مای سایت. من این رو اینجا قرار میدم. اینجا چند تا گزینه داریم. یکی این که اگر من این تیک رو بزنم یعنی اینکه این یک آدرس دارک وب پابلیکه، یعنی عمومیه و همه میتونن ازش استفاده بکنن. و وقتی که استارت شیرینگ رو بزنم چیکار میکنه؟ شروع میکنه یک آدرس میشه گفت دارک وب برای من درست میکنه که من اگر الان این رو کپی بکنم برم توی تور براوزرم و اینجا پیستش بکنم، خب میبینیم که اینجا فایل HTML من رو آورده. حالا چرا اینجوری آورده؟ به خاطر اینکه main.html نیست. اوکی، وقتی که شما فایلتون رو تغییر نام بدید به main.html دیگه اینو اجرا نمیکنه. اون صفحه‌ای که میخواید رو براتون میاره. ببین من اگر روی این کلیک بکنم الان باید یه تگ h1 من داخل این فایل قرار دادم که نوشته hello this is ترفندون. خیلی ساده. الان ما یک آدرس دارک وب داریم با اون فایلی که داخلش هست. اوکی، حالا من استاپ شیرینگ رو بزنم، اگر این آدرس رو رفرش بکنم دیگه در دسترس نیست. خب گزینه بعدی اینه که من این تیکو بردارم و وقتی که روی استارت شیرینگ بزنم یک آدرس دارک وب به من میده با یه دونه پسورد که من اگر الان این آدرس دارک وب رو اینجا ران بکنم، وقتی که میخوام واردش بشم، وقتی که میخواد وارد اون سایت بشه چیکار میکنه؟ از من یک پسورد میخواد. میگه آقا شما دسترسی به این سایت رو ندارید الا اینکه اون پرایوت کی رو قرار بدید اینجا. خب من این رو کپی میکنم. ببین، خب من کپی پرایوت کی رو میزنم اینجا، پیستش میکنم، دان.
و سایت رو برای من میاره. خیلی ساده. دلیل این که کنده، کلا سایت های دارک وب کندن به خاطر اینکه از چند تا آی پی میگذرن تا بتونن به اون صفحه دسترسی داشته باشن و خب این طبیعیه که یه مقدار روندش نسبت به اینترنت معمولی کنده. به این روش میگن دارک وب لایت. خب یه دارک وب میشه گفت سوپریم هم داریم که اون میشه لینوکس، که خب میتونید مثلا مدت زمان بیشتری هاسته میشه گفت این دارک وبتون رو نگه دارید یا حتی اصلا دائمیش بکنید. اوکی، ولی خب قرار نیست که من اینجا اون رو آموزش بدم و صرفا هدفم اینه که با آنیون شیر آشنا بشید و بدونید که یه همچین چیزی اصلا هست توی کلن بحث اینترنت و استاپ شیرینگ رو میزنیم. خب من این رو میبندم، آنیون شیر رو دوباره باز میکنم. خب کانکت تو تور. الان دیگه ببینید من اینو اگر رفرش بکنم دیگه این سایت در دسترس نیست دیگه. من اونجا استاپش کرده بودم آنیون شیر، اوکی، و دیگه اینجا سایت در دسترس نیست. حالا یک گزینه چت هم داره که من اگر روی این بزنم، خب اینجا روی استارت چت بزنم یک آدرس دارک وب داریم که میتونیم روش چت بکنیم. ببین من کپی آدرس رو میزنم اینجا پیستش میکنم به طور مثال. خب یک پرایوت میخواد از من، یعنی همون کلید پرایوت. من این رو اینجا پیست میکنم دان. خب میگه که جاوا اسکریپت نیاز داره، شما باید از توی تور براوزرتون جاوا اسکریپت رو فعال بکنید که اگر یادتون باشه توی ویدیوهای قبلی که ما در مورد تور صحبت کردیم اونجا جاوا اسکریپت رو غیر فعال کردیم که میتونید از قسمت ستینگ جاوا اسکریپت رو فعال بکنید و خیلی راحت یک محیط چت براتون میاره و میتونید اینجا چت بکنید و میتونید این آدرس رو مثلا بفرستید برای یکی دیگه که بیاد به شما جوین بشه و بتونید اونجا مثلا چت داشته باشید. اوکی، اینم پس من میشه گفت استاپ رو میزنم. یک بخش شیر فایل داره که من باز حالا این فایل مثلا سایتم رو قرار میدم و چند تا گزینه داره. stop sharing after file have been sent، میگه وقتی که فایل ارسال شد دیگه اینو استاپ بکنه و همینجور میتونید پابلیکش بکنید، یعنی عمومی باشه، همه بتونن بهش دسترسی داشته باشن. من اگر این رو بزنم، خب اینجا میبینید که یه آدرس به ما داده. من اگر الان این آدرس رو باز بکنم و احتمالاً این کلید هرم از من میخواد، خب این رو من پیست میکنم اینجا. بوم، خیلی راحت سایت اومد، این فایل HTML اومد و من میتونم روی گزینه دانلود فایل بزنم و این فایل HTML رو راحت دانلود بکنم و سیو فایل رو بزنم و توی سیستمم ذخیره‌اش بکنم. و کلا چیزای جالبی هم داره دیگه، مثلا ریسیو فایل داره، شما میتونید فایل ها رو ریسیو بکنید، یعنی میخواید اگر فایلی دریافت بکنید میتونید اینجا آدرس اون دریافتی رو بزنید. وقتی که فایل دریافت شد کجا بیاد ذخیره بشه میتونید اینجا آدرسش رو قرار بدید و همینجور میتونید نوتیفیکیشن داشته باشید، مثلا موقعی که براتون فایل ارسال میشه و disable submitting text و خلاصه کلی میشه گفت قابلیت خفن داره. حالا ریسیو مود رو من اگر فعال بکنم، خب این چی کار میکنه؟ ببین من این آدرس رو اینجا پیست میکنم، این کلید پرایوت رو هم کپی میکنم چون احتمال ازم میخواد، اینجا پیستش میکنم و اینجا من میتونم میشه گفت حالا این رو میتونید بفرستید برای یک نفر که بخواد اینجا برای شما یک فایلی رو ارسال بکنه. اون میتونه وارد این آدرس بشه، از اونجا فایلش رو انتخاب بکنه، براتون مثلا یک مسیج هم بنویسه و سابمیت رو بزنه. بعد دیگه شما میتونید خیلی راحت اون رو دریافت بکنید و این میره کجا میشینه؟ این میره تو همون آدرسی که اینجا مشخص کردید، اونجا براتون ذخیره میشه و همینجور اون متنی که براتون نوشته شده هم اونجا قابل رؤیته و میتونید ببینید. همین هدف این بود که این ابزار رو بهتون معرفی بکنم. خیلی ابزار جالبیه و باز هم تاکید میکنم که به هیچ عنوان از این ابزار سوء استفاده نکنید و خودتون رو توی دردسر
نندازید و سعی کنید همیشه زندگی قانونمندی داشته باشید. یه جمله خیلی معروفی هست که یکی از بزرگا گفته بود اگر میخواید هیچ موقع جلوی قاضی وای نسید، سعی کنید قانونمند زندگی کنید و این قانونمند زندگی کردنه باور کنید بسیار لذت بخشه و اینجوری هم نیستش که شما حتما باید قانون شکن باشید که بخواید به یک جایی برسید یا رشد بکنید یا هر چیز دیگه ای. سعی کنید همیشه توی چارچوب ها حرکت بکنید، به هنجارا احترام بذارید، چون رمز موفقیت توی همینه که شما بتونید قانونمند زندگی کنید و افراد قانونمند دارایی که به دست میارن خیلی مدت زمان بیشتری اون رو دارن، به خاطر اینکه اگر قانونمند زندگی نکنید خیلی سریع اونها رو از دست میدید، مثل دقیقا موفقیت یک شبه میمونه. براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه و دونستنش بهتر از ندونستنشه و هدفم این بود که کلا این رو بهتون آموزش بدم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.